سلام بچه‌ها، خوبی؟ شبتون بخیر. یه داستان میخوام براتون بخونم که عنوانش هست گربه‌ای که خواست پرنده بشه. روزگاری در یک روستای کوچک گربه‌ای بود که همیشه به پرنده ها نگاه میکرد و آرزو میکرد که ای کاش میتونست مثل اونها پرواز کنه. هر روز از بالای درخت ها می نشست و به پرنده ها نگاه می کرد اما هیچ وقت نمی تونست پرنده بشه و یک روز به طور اتفاقی یه جغد دانا از کنار اون گذشت. جغد با لبخند گفت تو نمیتونی پرنده بشی اما میتونی دنیای خودت رو بسازی. گربه به جغد فکر کرد و تصمیم گرفت با چشمان تیز و مهارت‌های خود دنیای جدیدش رو بسازه. اون شروع به دویدن در دل شب و کشف همه چیزهای مخفی جنگل کرد. حالا اون یه گربه شجاع و پرماجرا بود بدون اینکه نیاز به پرواز داشته باشه.